سلام، چطورین بچه‌ها؟ امیدوارم که حال دلتون مثل همیشه عالی باشه. تو این ویدیو میخوایم به بررسی این بپردازیم که ما چطوری میتونیم از یک استراتژی بک تست بگیریم. به این منظور که ما وقتی میخوایم معاملاتی رو انجام بدیم، قبل از اینکه بخوایم بیایم روی چارت اصلی، مثلا دارم میگم روی مثلا همین بیت کوین بخوایم تحلیل بذاریم، باید بیایم بررسیش کنیم، ببینیم که آقا توی مثلا سال گذشته چند درصد این معاملات اگه بر مبنای این استراتژی انجام میشد موفقیت خوبی برامون داشت. خب به این منظور میریم صحبت میکنیم در موردش که اصلا باید چیکار کنیم و چجوری هستش. خیلی ساده از اون چیزیه که فکرشو میکنیم. یه بروکر رو باز کنید، حالا هر بروکر که دوست دارید، حساب ریل باشه خب یا حالا دمو باشه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا اینکه پیش‌فرض چون که الان من روش بودم آورد، خب من اینو الان میبندم، کار ندارم. همیشه یه دونه از این حالا جفت ارزا رو الکی باز کنید، این همیشه بازش کنید. خب مثلا اینو باز کردم من. بعد ببینید یه دونه ما اینجا اکسپرت ادوایزر داریم و تو این قسمت اکسپرت ادوایزر که اون باید خودمون دستی اضافه کنیم، اسمش صاف فورکس سیمولیتوره. برای اینکه اینو اضافه کنیم کافیه که همین اسمو داخل گوگل سرچ کنیم و بنویسیم که اندیکاتور بک تست، یا حالا همون بذارید بنویسم سافت افیکس بک تست. بعد شما وقتی اینو سرچ میکنین میاره و کافیه که اینو بیاین دانلودش کنین از یکی از همین سایت ها و خب معمولا داخلش گفته که چجوری هم اضافه میکنین، ولی من دوباره براتون توضیح میدم. بعد از اینکه دانلودش کردین بیاین بروکرتون رو باز کنین، قسمت فایل رو بزنین، اوپن دیتا فولدر رو بزنین. بعد دو تا چیز داره داخل اون فایلی که دانلود میکنین، وارد MQL میشین، یکیشو داخل اکسپرت میندازین و یکیشو داخل پریست فکر کنم، بله اکتیویشنش رو داخل پریست میندازین و راحت تر از اون چیزی که فکرشو میکنین میاین میبندین بروکرتون رو و دوباره باز میکنین و میبینین که تو قسمتی که ما اکسپرت ادوایزر رو داریم همچین چیزی اضافه شده. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ تا اینجا اومدیم دیگه، رفتیم نصبش کرد، دانلودش کردیم، نصبش کردیم، نصب نیست، اضافهش کردیم به اون بروکری که داریم، به اون MT4 که داریم، میگیریمش میندازیمش رو چارت. یادتون باشه که باید از این قسمت allow DLL import رو بزنید. بعد که اینو زنین رو اوکی کلیک کنید. بعد یه همچین صفحه باز میشه، دیدین که اول ویدیو اون آورده بود. نیو سیمولیشن رو کلیک میکنید. ببینید وقتی ما میخوایم کارمون رو شروع کنیم باید بدونیم که میخوایم چه محیطی تحلیلمون رو انجام بدیم. میزنیم متا تریدر. بعد که زدیم متا تریدر باید بدونیم که از چی میخوایم استفاده کنیم. ارزی که میخوایم استفاده کنیم یا جفت ارزی که میخوایم استفاده کنیم یا طلا یا داو، همش اینجا هستش. ولی اگرم نباشه باید باز حالا یه آموزش‌های دیگه هستش که میتونید اضافه کنید و خیلی ساده‌تر از اون چیزیه که فکرشو بکنید. من طلا رو انتخاب میکنم، یه مقدار اولیه 10,000 تایی بهش میدیم، یه تایم هلوش 7 ماه میشه تقریبا، یه تایم 7 ماه الان بهش دادیم که میاره. حالا همین انسیمولیشن هم مثلا بتونید دستی مشخص کنید یا دستی مشخص کنید کی تا کی باشه. بعد لورج رو میتونی مشخص کنی، اندازه لاتش رو میتونی مشخص کنی، اسپریدش رو میتونی مشخص کنی، همه چی براتون قابل مشخص کردن. بعد که همه اینا رو اوکی کردین رو استارت سیمولیشن کلیک میکنین، میگه همه تیکا باشه، میگیم بله و میزنیم بسازه برامون. بعدش که ساخته شد استارت سیمولیشن رو دوباره کلیک میکنیم. از این قسمت اولین کاری که باید بکنیم اینه رو چارت کلیک کنیم، میبینید که چارتی نیست، درسته؟ میایم میزنیم روی مثلا میگم تایم پیریدمون 4 ساعته کار داریم، ادو میزنیم، این اد میشه. خب بعد روی اوپن کلیک میکنیم، باز میشه برامون. بعد مثلا به غیر از 4 ساعت مثلا میگم 15 دقیقه نیاز داشتیم، میزنیم روی اد کلیک میکنیم، رو اوپن کلیک میکنیم، باز میشه. نکته‌ای که هست، من اینو ببندم، نکته‌ای که هست چیزی که ما داریم میبینیم الان تو این محیط، حالا بذاریم من یه تمپلی بهش بدم، مثلا 000 بلک بدم بهش، حالا قبلا آماده کردم تمپل مورد علاقه‌مون.
ببینید چیزی که هست، ما چیزی که داریم اینجا میبینیم اینا منطبق به هم نیست. یعنی مثل یه چارت نیست مثلا الان طلا رو مثلا باز کنی بگی وقتی من میذارم رو 15 دقیقه همونجا باز میکنه. نه اینطوری نیستش که داشته باشه. اینا دو تا چارت جدا میاره. اطلاعاتی که میذارید رو هم منطبق نیستش. باید رعایت کنین تحلیلتون رو. با این قسمت میتونین رد کنین، کندل به کندل جلو برین، کندل به کندل جلو برین و مثلا بیاین یه محدوده مشخص کنین، بگی آقا مثلا من اینجا رسید معامله کنم، بعد مثلا وقتی رسید مثلا شکست فلان کارو کنم، بعد مثلا میخواید ورود بگیرید تو 15 دقیقه. ببینید این دیگه اون چیزی که اونجا کشیدیم نیستش و با خودتون در نظر داشتید که مثلا اون محدوده کشیدیم اینجوری بود، مثلا میاید نسبت میدیم بهش. و به نظرم پیشنهاد من این خطای افقی رو بزنین، از رو قیمت این کار رو انجام بدین. خب حالا کار نداشته باشم با این قضیه، بریم سمت این. وقتی اومد چارت اینجا اومد، از این محدوده میدین جای اینو عوض کنین، این خیلی کمک میکنه بهتون. و مثلا الان ما اینجا داریم میریم جلو، هنوز نیومده، هیچ اتفاقی نیفتاده، همچین ریزشی رو شاهدش میشیم. بعد مثلا ما خیلی خفنیم دیگه، بالاخره یه همچین چیزی رو میخواستیم بگیم. ما الان دیدیم چه اتفاقی داره میفته، ولی خب همچین چیزی رو مثلا میخواستیم بگیریم. اوردر بلاک چی بله، میبینی آقا یه همچین اتفاقی افتاده. خب یا اصلا داره نزدیکش میشه. میایم تایم فریممون رو میایم رو هم 15 دقیقه و تقریبا حوالی قیمتیش اول بذارید مشخص کنم. حوالی قیمتیش برای این نایه مثلا میشه 1788 دلار طلا. خب میایم اینجا تو این یکی 1788 رو انتخاب میکنیم و میگیم آقا اگه اومد بهمون اینجا واکنش داد میشیم، مثلا نداده ولی خب مثلا ما خیلی خفنیم مثلا یه استراتژی داریم که میگه آقا توی این محدوده کل هم برای من کندلای ورود مثلا ورود میده. حالا چجوری ورود کنیم؟ این صفحه رو دوباره باز میکنیم، این صفحه که الان اومده این پایین، مقدار لاتی که میخوایم وارد کنیم. ببین ما 10,000 تا سرمایه کلی داریم، به ازاش مثلا میخوایم 1 لات وارد کنیم. مثلا اس که میخوای بذاری و باید بیای ست کنی ببین چند پیپه، مثلا 400 پیپته، اینو بر حسب پیپت حساب کنید، 400 باید بزنید و روی بای کلیک میکنید. میبینید که اینجا بای کرد، اس اومد اینجا و میتونید از همینجا رد کنید یا اینکه از همونجا دوباره رد کنید. مثلا میتونید 4 ساعت رد کنید، 4 ساعت رد کنید، 4 ساعت رد کنید و اینجا درصد سودتون داره بهتون نشون میده. مثلا $500 توی همچین چیزی سود کردیم. مدیریت سرمایه رو توی این رعایت کنین، همه چیزا رو رعایت کنین که وقتی اومدین توی واقعیت براتون مشکل پیش نیاد. ماشاءالله الکی چه سودی میده. این میزنه اسلشو داره میره بالاتر. او بله دیگه یه 16% سود در عرض 2 هفته خیلی فوق است. بعد که خواستیم معامله ببندین یا روی این کلوز لست میزنین آخری رو میبنده یا کلوز آل میزنین کلش رو میبنده. دیگه بستگی به تحلیل خودتون داره. ببین توی 4 ساعته هم میبینین که چه اتفاقی افتاده. از اینجا اومد دوباره تا این حوالی و مثلا الان دیگه اینجا جاشه که ببندین، نشون میده قشنگ بهتون معامله کجا باز کردین، کجا بستین، چقدر سود کردین و تمام. بچه‌ها اینطوری میتونین یه بک تست خیلی خفن از استراتژیتون بگیرید، تایم فریم مطلوبتون رو وارد کنین، توش تحلیل کنین و استفاده ببرین دیگه. فکر کنین بازار لایو، نزنین جلو، تحلیلتون رو انجام بدین، ورودتون رو انجام بدین، بعد بزنید جلو ببینید چه اتفاقی افتاده. این خیلی به روند سود دیتون کمک میکنه. امیدوارم که پرسود و موفق باشین. مرسی که تا اینجا ویدیو اومدید. حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین و ویدیو رو به دوستاتون بفرستین و معرفی کنین که کلی اتفاق خفن قراره اینجا براتون بیفته. فعلا خدا نگهدار.